دوستان عزیز، یه چیز جالب اینجا دیدم، نظرمو جلب کرد، گفتم شاید خوب باشه شما هم ببینین. این وسایل یه خونه هستش که حالا بخشی از وسایلی که به کارش نمیاد مازاد هست، مونده گوشه انباریش، با هماهنگی شهرداری میذاره بیرون. افرادی که نیاز داشته باشن و بتونن استفادهش کنن برش دارن و استفادهش کنن. ببینید دوچرخه هستش، اسکیت، میز و صندلی، ترامپولین، فوتبال دستی بچه، توستر، 2 تا تلویزیون که قطعا سالم هم هستن، دستگاه پخش هستش که به همراه اسپیکراش اینجاست. اینم باربند ماشینه که بازش میکنن میشه یه چادر ماشین رو سقف ماشین که برای مسافرت ها خیلی خوبه. و فرش، همه چیز که هر کسی که بتونه استفاده کنه برش میداره. چه بسا صاحبخونه هم خوشحال میشه که این دور انداخته نمیشه و حیف نمیشه. گفتم شما هم ببینید، خیلی خوشگل بود.